سلام رفقای گل. یک باوری غلط و یک روش غلط در زندگی مردم، خصوصا کسایی که زیاد ورزش میکنن، من میگم که خیلی از غذاهای مضر را همیشه مخ را تختن چپکی رسکی و وقتی که ما میگیم غذاهای سالم بخورین، غذاهای مضر نخورین، نوشابه های گازدار نخورین، میگن نه اوی بلازم تاثیر نه، ما تو ورزش نمیتر مود و میتر که کار فعالیت کنم، فعالیت جسمی، که اینا همه کس مصرف شده. یک چیز میخواستم، یک معلومات طبق تحقیقات جدید، یک بوتل نوشابه یا به اصطلاح همین که مورد ضد انرژی نامش میاد، انرژی درینکس، شما یک بوتل نوشابه که مخورین گفته میشه که از 200 تا 250 کالری داره و در عوض که شما یک ساعت بدوین، یک ساعت ورزش کنین، یک ساعت زحمت بکشین، جا بکنین، بایله میتونین که 200 کالری رو کست شما مصرف کنین. یعنی یک ساعت مشقت و ورزش میتونه بایله تاوان یک بوتل ضد انرژی که شما مخورین، ضمن از اینکه خیلی مضرات دیگه داره، برای استخوان، پوکی استخوان موجود میره، برای گرده خیلی مضره و بسیار ضررهای بیشمار دیگه داره و فقط میتونین شما یک ساعت ورزش تلاش میتونین فقط تاوان یک بوتل از ضد انرژی رو بایله میتونین شما برابر کنین. لحاظا من از تمام دوستای نازنین خواهش میکنم که تمامی نوشابه های گازدار همش مضر به کلی کنار بگذارین و میتونین خودانش میگن نوشابه خیلی سالم، رقم ده نوشابه، ده جوزهای طبیعی، البته جوز برای صحت مفید نیه، بهتره که شما میوه بخورید و از این نوشابه ها کسته بدور باشین تا جانچم جور باشه و پولشیم پیش از این تجارها و قصاب ها به نام دکتر مصرف نشد.